در ادامه پست قبلی که گفتم ما رو به بردگی گرفتن و ما رو مثل یک ربات دارن کنترل میکنن، اینجوره که ما رو در یک چرخه قرار دادن به نام ماتریکس. این چرخه چیه؟ این چرخه همون روزمرگی هم هست. روزمرگی ما رو درگیر روزمرگی کردن که هر چقدر میتونیم از صبح تلاش کنیم تا شب برای امرار معاشمون و چیزی اضاف نیاریم برای فردا. چرا؟ چون میدونن که اگر با کار کردن امروز ما مزد یک ماه به ما بدن، خب ما فردا سر کار نمیریم که، حاضر نمیشیم بردگیشون کنیم که، مجبورن ما رو گرسنه نگه دارن. خب ما رو درگیر روزمرگیامون کردن. روزمرگیامون چیه؟ هزینه های خورد و خوراک، پوشاک، هزینه مدرسه بچه هامون، هزینه آب، برق، گاز، اجاره خونه، شهر، کشور، اخبار، جنگ. بخوام مثال بزنم خیلیه. کلن ذهن ما رو درگیر کردن که ما به هیچ چیز دیگه نتونیم فکر کنیم، فقط از صبح با این آشفتگی های ذهنی فقط بدویم تلاش کنیم و بتونیم امروزمون رو رد کنیم و همیشه نگران آیندهمون باشیم. اون نگرانیه خودش از همش بدتره که آقا فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، با این وضعیت جو میخوام ادامه بدم. خب همین افکارا باعث شده که ما رو تو این سطح نگه دارن. حالا اگه بخوام از بردگی نجات بیام باید چیکار کنیم؟ باید متوجه بشیم که برده هستیم. تا زمانی که متوجه نشیم ما به بردگی گرفته شدیم، چطوری میخوام خودمون نجات بدیم؟ اون زمانی که متوجه شدیم که الان رباط دست اونا هستیم و برده اونا هستیم، ذهن ما برده افکار اونا هست، خب میتونیم بهتر از این چرخه خارج بشیم. کارهای زیادی باید انجام بدیم تا این چرخه خارج بشیم. حالا نمیخوام داخل جزئیاتش برم. یکی از دوستان عزیزانم دیشب به من سوال کرد که ماتریکس چیه؟ یه توضیح کوچیک در مورد ماتریکس میدم. فرض کنید یک زندان تاریک، یک سلول که ذهن ما رو در اون قرار دادن، مثل یک قفس، مثل یک جعبه که ذهن ما رو در اون قرار دادن و دارن اون برنامه‌های خودشون دوست دارن به این انتقال میدن. دیدید توی سیرک‌ها که رفتید، دیدید مثلا برفرض یه میمون رو میارن و با اشاره دست اون صاحبش هر کاری که میگه انجام میده. پشتکوارو میزنه، از میله میره بالا، سوار دوچرخه میشه، حالا عداوت‌فارای زیاد، میرقصه، پر میخوره. به هر حال یه چیزایی میمون قرار بوده از روز اول بیاد تو سیرک نمایش بازی کنه. نه، میمون آزاد آفریده شده بوده تو جنگل، غذاش مهیا بوده، تو این درخت‌ها، میوه‌ها، تو طبیعت غذاش آماده بوده، از صبح دنبال لذت جویی خودش، تولید مثل خودش و لذت بردن از طبیعت بوده تا شد. ولی چه کار کردن؟ یه طول میمون رو آوردن کردن تو قفس برای که بتونن کنترل این میمون رو دست بگیرن. اومدن یه جایی بهش گرسنگی دادن، یه جایی بهش تشنگی دادن.
یه جایی ترسوندنش، یه جایی زدنش و یه جایی هم جایزه بهش دادن. این ذهن این میمون اینجوری طراحی شد از اول، از تو این قفس، که الان هر چیزی که صاحبش بگه اون کار رو انجام بده. ما هم دقیقا همون جوری شدیم. هر از گاهی یه جایزه هم به اون میدم مثل اون میمونه. اون جایزه هم همون دستمزدی هست که بخوان به اون در ازای کاریمون به اون بدن. این خیلی مختصر و مفید توضیح از ماتریکس بود که ما تو این چرخه بدون کنترل خودمون، بدون که خودمون بخوایم این چرخه رو درست کنیم، توش قرار گرفتیم. ناخواسته توی چرخه قرار گرفتیم که کنترل ذهن و افکار و همه چیمون رو دست گرفتن. از یه جای دیگه دارن به ما دستور میدن، کد میدن و ما طبق اون کد داریم عمل میکنیم. این میشه یه توضیح خیلی مختصر و مفید از ماتریکس. خب حالا متوجه شدیم تو ماتریکس هستیم. باید مراحلی رو طی کنیم تا از این ماتریکس عبور کنیم و اون به اون آزادی زمان و مکان برسیم، به اون لحظه حال برسیم. تا از چرخه ماتریکس خارج نشیم هیچ آزادی نداریم، مجبوریم تا آخر برای اهداف اونها بجنگیم. یه مثال به ذهنم اومد، مدیر یک کارخونه ماشینشو سوار میشه که از کارخونه بره بیرون، یکی از کارگرها میدوه جلوش و به مدیر میگه که مبارک باشه، چه ماشین خوشگلی خریدی، خیلی بهتون میاد. مدیر در جوابش میگه که اگر قول بدی امسالو بهتر کار کنی، بهتر مسئولیت پذیر باشی، تعهدت نسبت به کار بیشتر بشه، ساعت بیشتری زمان بذاری برای من کار کنی، قول بهت میدم سال آینده یه بهترشو بخرم. دقیقا همین جوریه. ما کل تلاشی که داریم انجام میدیم، تلاشی که میکنیم برای اهداف اون بالاسری ها هست که کنترل ذهن و افکار ما رو دست گرفتن. پس بیام پله به پله روی افکار و ذهنیت خودمون کار کنیم تا از اون چرخه ماتریکس عبور کنیم.